رقابت امامعلی نورعلی جودوکور توجک با ورزشگر اسرائیلی باروخ شمیلوف در بازی‌های المپی پاریس جنجالی شد. رقابت این دو ورزشگر 28 ایول با پیروزی جودوکور توجک انجامید. بعضی از رسانه‌های بین‌المللی نوشتند که ورزشگر توجک پس از پیروزی از دست دادن به حریفش از اسرائیل خودداری کرد. مسئولان فدراسیون جودوی تاجیکستان میگویند امامعلی نورعلی یگان قاعده بازی را ویران نکرد. شبکه فوکس نیوز روز 28 ایول سال 2024 در گزارش گفت امامعلی نورعلی طبق عنعنه پس از انجام بازی دست رقیب اسرائیلیش را فشردن نخواست و در رقابت بعدی آسیب دید. اما در گزارش با اشتباه نام رقیب امامعلی نورعلی را ورزشگر دیگر از اسرائیل طاهر بوتبول نوشتند. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو و طاهر بوتبول در وزن تا 73 کیلو برآمد میکنند. در گزارش این رسانه از نام کاربران شبکه ایکس یا توییتر آوردند که گویا امامعلی نورعلی پس از انجام بازی انگشتش را به طرف آسمان برداشته الله اکبر گفته است. سامانه‌های ورزشی اسنشیال اسپورت و دیلی مایل هم در گزارش‌های خود به ورزشگر توجک امامعلی نورعلی طعنه زدند که بعد دست ندادن به حریفش از اسرائیل در رقابت بعدی از کتفش آسیب دید. امامعلی در چهارک فینال از قهرمان المپی هیفومی ابهی 26 ساله از ژاپن با 2 وزاری شکست خورد و دستش آسیب دید. مسئولان فدراسیون جودوی تاجیکستان صادر شدن خطا را از طرف امامعلی نورعلی رد میکنند. احمد سفرزاده سخنگوی فدراسیون 29 ایول به رادیو آزادی گفت در گشتی جودو تنها با اشاره نیم تعظیم سلام میکنند که با نام ری معروف است. جودو ورزش ژاپنی است و در ژاپن با دست سلام کردن قبول نیست. همون ری یا نیم تعظیم معنای سلام رو دارد. دیروز ورزشگر اسرائیلی هم دست دراز نکرده بود، افزود سفرزاده. مسئول فدراسیون جودو گفت درباره آنکه امامعلی نورعلی بعد انجام رقابت کدام کلمه رو گفت چیزی گفتن نمیتواند چون در دوشنبه است. در نوار رقابت امامعلی نورعلی با باروخ شمیلوف دیده می شود که دو ورزشگر بعد از انجام رقابت با هم دست دراز نمی کنند و تنها نیم تعظیم می کنند. امامعلی نورعلی پس از ادای سبقت انگشتش را به بالا می بردارد و بعد اشاره آمین کرده از میدان می رود. این بار اول نیست که امامعلی نورعلی جودوکور اسرائیلی باروخ شمیلوف را شکست می دهد. آنها ماه مارت امسال در فینال گراند سلام تاشکند با هم سبقت کرده بودند. آن زمان هم این سبقت جنجالی شده بود چون نوارهای به شبکه‌های اجتماعی رای یافت که در آن امامعلی نورعلی به باروخ شمیلوف دست نداد. ظریف نظریف مربی و داور گشتی جودو از دوشنبه میگوید حتی در آغاز مسابقه اگر با دست سلام کنی آگاهی میگیری، تنها ری یا نیم تعظیم کافی است. در مسئله اشاره انگشت یا انجام اشاره‌های دینی بعد از انجام رقابت ظریف نظریف میگوید بعد برآمدن از تاتاما یا گلیم جودو دیگر محدودیت نیست. نظریف از جودوکور قزاقستانی مثال آورد که بعد از قهرمانی المپی شدن در پاریس انگشت را بالا کرد. امامعلی نورعلی یگانه ورزشگری نیست که نامش در رابطه به حریفانش از اسرائیل بحث برانگیز می شود. مسعود ادریس جودوکور الجزایری برای رقابت با حریفش از اسرائیل طاهر بوتبول وزن ضروری را نشان داده است. فدراسیون بین‌المللی جودو گفت مسعود ادریس در حقیقت قبل از انجام مولد برای وزنکشی آمد و معلوم شد که وزن 400 گرم زیاد است. نشریه الجزایری النهار در گزارش از مسعود ادریس تفسیر کرد که با نداشتن وزن ضروری با عقلانه از رقابت با ورزشگر از اسرائیل کناره‌گیری کرد. یلی اراد رهبر کمیته المپی اسرائیل این رفتار جودوکور الجزایری را مسخره نامید و خواهان مجازات ورزشگر و دسته شد. مسئولان فدراسیون بین‌المللی جودو گفتند قضیه را تحقیق دارند چون ممکن است مسعود ادریس قربان بحث سیاسی شده است.